حالا بعضی وقتا بالا هم نیامد گوشی رو آرم بود، یه USB میچپونید بهش که پشتش وصله به یه کیس. این دوتا ولومو نگه میداری، ببین دوتا ولومو نگه میداری، یه همچین چیزی میاد، یه ولوم بالا میزنی میره اینجا. ببینید دوستان، مثلا میخوایم این گوشی رو فلش بزنیم، میبریمش دانلود مود، خط به خط میخونیم ببینیم چیه. مثلا مدلش رو چی نوشته؟ A600 FN. باینریش چیه؟ آفیشیال این رسمیه، این رامی که روشه، مثلا روت نیستش، پچ نیستش. وضعیت سیستمش خط سوم نوشته رسمی آفیشیال. FRP لاک دارد؟ نه، آفه. OEM لاکش چی؟ اینم آفه. اینو من توی تنظیماتش OEM لاکش رو فعال کردم، الان خاموشه. بعد خطای پایینش رو نگاه کنید، نوشته که باینری حال حاضرش چیه؟ باینری 3. نگاه کن ایناش. باینری 3 یعنی میتونی رام باینری 3 بزنی یا اینکه بالاتر بزنی. فکر کنم الان که سال 2025 این باینری 10 هم اومده، این مدل A600 FN. حالا شما میتونی باینری 3 بزنی، 4 بزنی، 5 بزنی، 6 بزنی، هر چی دوست داری بزن. اینا اونقدر گیر و گور ندارن مدل‌های قدیمی تر. من که رامشو داشتم دانلود کردم تمام شد رفت، ولی حالا به شما میگم چجوری دانلود کنید. اینجا می‌نویسیم مثلا اگه انگلیسی می‌خوای بنویسیم مثل A600 FN فریم یو. همین این سایت آوردش بالا. میتونی باینری یوتیریشو بگیری، میتونی یوفورشو بگیری. سعی کنید از اون باینری حال حاضر یا بالاتر بزنید یا همون باینری رو بزنید. این سایته، اینجا میتونی دانلود کنی، مثلا کشور مورد نظرت انتخاب کنی، هر جا دوست داری میتونی بگی. یه دونه می‌نویسید سامسونگ USB درایور هم میخواد دیگه. سامسونگ اندروید USB درایور هم از این سایت ایرانی میتونی بگیری، خارجی میتونی بگیری، هر جا دوست داری دانلودش کنید. یه دونه هم چی میخواید؟ گفتید یه دونه هم سامسونگ اودین جان، یه دونه اودین میگیرید. 3131. خب دیگه حله. گوشی رو فلش شده در نظر بگیرید. این دوتا رو گرفتیم، اینو اکسترکت میکنیم، اینم اکسترکت میکنیم. آقا اودین رو دانلود کردم، میزنیم بوتلودر، میره بوتلودر. AP رو میشینیم توی AP. خب بچه ها CP رو هم میچینیم اینجا رو CP. یه دونه هم CSC میچینیم اینجا. تفاوت این دوتا چیه؟ CSC همه چی رو پاک میکنه، هوم CSC بعضی وقتا میزنی چی پاک نمیشه. حالا این یه ذره پیچیده تره نسبت به فلش معمولی. میشه گوشیه دیگه. ببین اینم وصل میکنیم زیر این. اگه درایور رو نصب کرده باشی اونجا میاد بالا، مثلا آکن نوشته پورت شماره 4 وصل. الان استارت رو میزنی و همون اول بسم الله فیل داد بهمون میگه که فایل رو اشتباه چیدی. A600 چیه؟ این GDه. این چیه؟ A600 FN. ببینی فایل رو اشتباه بچینی ارور میده. الان فایل رو درست میکنیم مجدد. الان فایل ها رو مجدد چیدم، الان مدل درسته، وصلش کردیم. بذارین میرم بالا، دکمه استارت. الان اگه دکمه استارت رو بزنی باید مثل آدم فایل روش رایت بشه. بله، فایل روش رایت میشه. بعد از اینکه کارش تموم شد سیستم رو اندازی کنید بیاد بالا. بعد از فلش 4 فایل هنوزم این بیس باندش درست نشد، پس مشکل بیس باند این مدل با فلش حل نشد.